سلام دوستای عزیز، ما با زبان تاجیکی خواندن رو یاد میگیریم، دوام میدهیم درسای خود رو. امروز ما تکرار حرفا میکنیم. بسیار حرفا رو الکی یاد گرفتیم و امروز یک فقط شعر کوتاه با زبان تاجیکی داریم که میخونیم. اینو ببینید. در اینجا صورتی چی رو میبینید؟ خالتای بر یا خالتا بر. و اینجا ما میخونیم در موبایل بر ما دیدم غر. بینه در موبایل بر دیدم غر. این چی خیلی غر است. دوامش رو میخونیم. در درونی غر دیدم تور. اینو ببینید، رنگ تور چه خیلی رنگ است؟ زرد است. این چه خیلی تور باشد. دوامش رو میخونیم. در سری دیدم خور. اینم ببینید، سری تور مانند خور. این چی هست؟ خور. دوامش رو ببینید. نمیبینیم. ویکتور خلا نرسان انمیو التماس. در نزدی خور دیدم دور. در نزدی خور. اینجا مثل خور است. دیدم دور. آویزان است. دور. این چی باشده؟ در درونی بر تورو دورو خورو. دور در درونی بر. وای داد. چی بود است؟ مار. گرفتم از پیش این بار. در درونی بر دیدم. در موبایل بر دیدم غور. در درونی غور دیدم تور. در سری تور دیدم خور. در نزد خور دیدم دار. در درونی بر وای داد مار. رحمت کلان که همراه ما بودید و این شعر تاجیکی رو گوش کردین. همراه ما باشین و دیگر حرفا رو هم یک جای یاد میگیریم.